سلام بچه‌ها، امروز رفته بودم کالافزی کنم با محمد که محمد یه صدا پا گرفت و رفت دنبال صدا پا. یک بار رفتیم پایین هی در با میکردیم نمیدونم. بعدش ما رفتیم از این در خارج شدیم، رفتیم گفتیم بالا حتما هست. یه بالا هم نبودم. گفتیم پس کجا؟ دوره هی گشتیم دوره از پنجره محمد پرید پایین. خوب خدا رو شکر که با پیش نشد. بعدش حد این در محمد فکر بازه که نبود. بعدش رفتیم حد این وقت تا صدا پا گرفتیم دوره اومدیم حد این وقت دیدیم چرا همه دارن بالا پشت اون لعن میکنن. گفتیم حتما بالا پشت اینجا یه نفر دیدمش خیلی بچه پرو یا بار زمین نزد اینجا زدمش دیگه دوره. بعدش محمد اینجا کم این که اونا نیومدن ما رفتیم. محمد هنوز منتظر اینمی آیدیه بود که فهمید بالا پشت اونا. رفتیم بالا پشت اون. این ساعت تازه داشتیم پلی سومی دنبال پلی سومی میگشتیم که یهو سبحان الله و علیکم خوندیم و پیدا شد. بچه رفتیم بالا گفتیم اوه بچه چقه اینی میدرسیم. دوتا بات رفته بودن بالا اینجا داشتن دعوا میکن. دیدی دوتا بچه دارستن وقتی دعوا میکن نمید بچه چقه پرون دوتا شاد زدم نخورد. محمد یه عصبانی شد و یه شاد زدم. یه نفر دی هم اومد اینجا لند که مفکن اول بیاد بالا. نه ما رفتیم اصلا بیوا این سیزن خوب نیست. محمد میگفت که اصلا بیوا این سیزن خوب نیست. یکی زد محمد داغ. بعدش یارش اینمی منو زد و بعدش همین رفته این طبقه بالا که با نایفش که محمد اینجا رفتی شد بازش گرفت. بعدش اینجا رفت یه کاغذای محمد رو پر کردیم بس کاغذ دفتر روش واقعا بخرم خیلی کمه بس اونم کاغذ دفتر روش پیدا کنم. بعدش دوره از این پنجره پریدیم پایین ها گفتیم اینو میان کجا قصیده تیر میاتن. هی دنبالشون گشتیم اینو زدیم و بعدش هم رفتیم. تا ویدیوی بعد خداحافظ.